سلام آقا موشکاف، جمعه و غیر جمعه نمیشناسه. موشکاف همیشه در خدمته. عرضم به حضورتون که این قیقاج ناشیانه شیخ پری تو دانشگاه ها بعد جوری واسش گرون تموم شده. این شیخک حقه باز فکر میکرد الان میره یه ویراژی میده و قضیه رو از سرش وا میکنه، اما حالا خودی و نخودی و غیر خودی واسه شاخ شدن. روحانی دیروز در دانشگاه تهران خیلی مراقب بود که جوری از روی طناب آکروبات عبور کند که نه به چپ بیفتد و نه به راست در غلطد. آنچه روحانی نگفت این بود که با گذشت نزدیک به 2 ماه هنوز نتوانسته در خصوص وزیر جدیدش که می‌خواهد به مجلس معرفی کند تصمیم گیری کند. بخش دیگر مطالب با اهمیت روحانی در حقیقت در آنچه که نگفت بود. تازه این خیر سرش همباندی شیخ پریه. ببینید چه خیتی بالا آورده این حسن پپره که تازه وقتی میخوان براش کف بزنن واسه گفته هاش کف نمیزنن، واسه نگفته هاش میزنن. یعنی تو وضعیتی گیر کرده این شیخ حسن که هم پالگی های خودش هم طلبکارشن. انتظار داشتیم در خصوص آزادی اندیشه و ضرورت آن جدیتر و صبورانه تر صحبت میکرد. بیان اینکه حرف مغرضانه و منتقدانه زده نشود مشکلی را حل نمی کند. بفرمایید. اینم از مدعی بعدی. کوسه و دنبش فکر میکردن تو این اوضاع و احوال با هوا کردن فیل اعتدال میتونن یه چند سبایی خر خودشونو برونن، اما سر 1 سال به چنین فلاکتی افتادن که نوچه هاشون اینجوری غرغر میکنن و رقباشون اینجوری پس کردنی میزنن. معلوم نیست آقای روحانی که سال 78 و سال 89 درباره فتنه‌گران و آشوبگران مزدور بیگانه صریحاً موضع گیری کرده چگونه توفیقی را پذیرفته بود. همچنان که روشن نیست چرا در این باره از خط قرمز نظام درباره فتنه و فتنه‌گران غفلت شده است. عجب گیری کرده شیخ پری. اون میگه چرا نگفتی، این میگه چرا کم گفتی، اون میگه چرا از تو خط اعتدال پیچیدی تو کوچه سیدعلی، یکی میگه کم پیچیدی، باید کامل عبای ولایت رو بپیچی دور خوده. تازه ورق پاره بسیجی ها به اینم رضایت نمیده و طلبکار تریبون ندادن به بسیجی ها هم هست. مراسم امسال با سالهای گذشته تفاوت‌های زیادی داشت. چهره اغلب افرادی که روی صندلی‌های سبز رنگ سالن نشسته بودند کمتر شباهتی به دانشجوها داشت. اما یکی از نکات مهم روز گذشته عدم حضور دانشجویان در مقام سخنران بود. حالا حرف موشکاف چیه؟ هیچی آقا جون. دیگه طنابی نمونده که شیخ پری بخواد روش بند بازی کنه. اعتدال بنفش شیخ پری به اندازه 1 سالم تاریخ مصرف نداشت. رژیمی که تاریخ در رفته باشه همین میشه دیگه. نه با مسکن اعتدال سر پا میشه، نه با آمپول اصلاحات. باید چپوندش تو تابوت و خلاص. موشکاف